شما در گذشته شاید نگران این نبودین که در آینده چه خواهد شد، ولی من امروز آینده‌مو نگاه میکنم. واقعا میبینم که هیچ جایگاهی تو اینجا نیست. من دارم فقط شاد باشم. برات فرق نمی‌کنه کجا چی. نه فقط دارم ته دلم شاد باشم. مثلا یه دلیلی داشته باشم از درون یا حتی از بیرون که شاد باشم. الان هستی؟ نگرانم برای بچه‌ای که در آینده قرار داشته باشم. اگه قرار این شرایطی که من داشتم و داشته باشم میخوام نباشه. میخوام درم. چرا باید اینجا بشه؟ چرا باید رنجی که من از بچگی تحمل کرده باشم؟ بهتر نباشه. یا نباشه یا اگه هم هست اینجا نباشه. یه جایی که برای شرایط ایدئاله فراهمی همونجا باشه. چیه اون شرایط ایدئال؟ زندگی سالم. ما هیچ کدوممون نداریم. تو همه بچه‌ها این کلاس شاید یک دو نفر شاید هم نباشن. یعنی هیچ کس نیستش که کاملا اون نه آزادی همه چیز. یه زندگی آزادی میخواد و خیلی از مسائل در کنار آزادی نداریم. نه من دارم، نه دوستان دارن، نه یه ایرانی داره. بیهوده. چرا؟ خدا هم بیهوده نگاهش میکنه. تو مثل به ما میگن خدا به آدم اختیار داده. این سوال بر من خیلی پیش میاد. بعد چجوری به ما اختیار داده شده ولی از قبل راه ما از موقعی که به دنیا میاییم تا موقعی که میمیریم مشخص شده. این چجوری؟ من که نمیتونم فردامو تشخیص بدم. خدا میدونه من صبح تا شبمو چی کار میکنم. این اختیار الان بین زندگی و مرگم از وقتی که به دنیا اومدم تا مردم چه اختیاری دارم؟ اختیار داری زندگی تو انتخاب کنی. نه من چه اختیاری نه جامعه بهم اجازه میده درست راه و روشم پیدا کنم، نه دوستام، نه زندگیم، نه افرادی که دور و برم هستن.